به فکر مهاجرت کاری به عمان هستید نه؟ خب ایده خیلی خوبیه، اما همیشه اون سوال بزرگ گوشه ذهن آدم هست. از نظر مالی واقعاً میصرفه؟ ببینید شایعات و حرف و حدیث زیاده. بیایید اونا رو بذاریم کنار و با هم یه حساب کتاب واقعی بکنیم تا ببینیم رویای عمان با جیب شما جور در میاد یا نه. بذارید همین اول کار با یه تلنگر واقعی شروع کنیم. اگه کسی بهتون گفته با 200 ریال میشه راحت تو عمان زندگی کرد، رک بگم داشته شما رو گمراه میکرده. همین تصور اشتباه دقیقاً دلیلیه که ما امروز اینجاییم تا هزینه‌های واقعی رو بررسی کنیم، نه اون چیزایی که تو کوچه و بازار میشنویم. خب پس اون عدد جادویی چنده؟ چقدر پول واقعاً برای زندگی مناسب تو عمان لازمه؟ هدف ما تو این بررسی دقیقاً همینه که یه تصویر شفاف و بدون روتوش از وضعیت مالی اونجا به شما بدیم. تا آخر این برنامه شما ابزاری رو در اختیار دارید که برای یه تصمیم گیری درست و حسابی بهش احتیاج دارید. خیلی‌ها به عمان به چشم یه سرزمین فرصت نگاه میکنن، جایی که میشه یه آینده بهتر ساخت. اما سوال اینه که چقدر از این رویا واقعیه و چقدرش ممکنه یه سراب مالی باشه. بیایید با همین موضوع رو کالبد شکافی کنیم و ببینیم پشت پرده چه خبره. قبل از این که بریم سراغ خرج و مخارج، منطقی اینه که اول از دخل صحبت کنیم. بالاخره اولین قدم تو هر برنامه ریزی مالی اینه که بدونیم اصلا قراره چقدر پول در بیاریم. پس بیایید ببینیم بازار کار عمان چه حقوقی رو برای ما در نظر گرفته. بسیار خوب، نقطه شروع ما حداقل دستمزد رسمیه که دولت عمان تعیین کرده. طبق قانون کارفرماها نمیتونن به شهروندان عمانی کمتر از 325 ریال در ماه حقوق بدن. این عدد یه جورایی خط قرمزه، اما سوال اصلی اینه: آیا واقعاً میشه با این پولی زندگی رو چرخوند؟ بریم که ببینیم. و اینجا یه نکته خیلی جالب وجود داره. حقوق بعضی از مشاغل ساده که نیاز به مدرک خاصی ندارن، اغلب حتی از اون حداقل دستمزد رسمی هم پایین‌تره. مثلا یک کارگر ساختمانی حتی با تجربه ممکنه بین 182 تا 260 ریال بگیره. یا یه آرایشگر بین 150 تا 200 ریال در ماه. این اعداد واقعیت زندگی خیلی از کارگرای مهاجر رو نشون میده. اما حالا بریم سراغ مشاغل تخصصی تر. اینجا داستان کاملا عوض میشه. مثلا یه تکنیسین آزمایشگاه میتونه بین 850 تا 1300 ریال درآمد داشته باشه، یا یه دستیار دندانپزشک بین 500 تا حتی بالای 1200 ریال. اما اون چیزی که واقعا بازی رو عوض میکنه مزایاست. چیزایی مثل کمک هزینه مسکن و حمل و نقل که ارزش کلی دریافتی شما رو خیلی خیلی بالاتر میبره. خب حالا که یه دید کلی از درآمدها پیدا کردیم، وقتشه بریم سراغ قسمت سخت ماجرا. این پولا کجا خرج میشن؟ این بخش یه جورایی بررسی واقعیت ماجراست که هر کسی که به عمان فکر میکنه باید بدونه. آخه حقوق خوب گرفتن به چه دردی میخوره اگه قرار باشه همش بره پای خرجای روزمره؟ بیایید یه حساب و کتاب سرانگشتی کنیم تا ببینیم از اون حقوقی که میگیرید ته ماه چقدرش واقعاً تو جیبتون میمونه. این جدول خیلی خوب هزینه‌های اصلی یه فرد مجرد رو نشون میده. بزرگترین خرجتون یعنی اجاره به طور متوسط بین 180 تا 350 ریال در ماهه. به این اضافه کنید هزینه‌های آب و برق و گاز رو که حدود 30 تا 50 ریاله، اینترنت حدود 30 ریال و خورد و خوراک هم برای یه نفر تقریباً 70 تا 80 ریال. یه حساب سرانگشتی نشون میده که همین چند قلم راحت میتونه کل حقوق یه کارگر ساده رو ببلعه. و البته هزینه‌های بزرگتر رو نباید فراموش کنیم. خرید یه ماشین دست دوم مناسب چیزی بین 4 تا 6 هزار ریال براتون هزینه داره. و اما برای خانواده‌ها این یکی خیلی مهمه: شهریه مدارس. ببینید این هزینه میتونه از سالی 700 ریال شروع بشه و برای مدارس بهتر به یه عدد نجومی مثل 8000 ریال هم برسه. اینها هزینه‌هایی هستن که واقعاً میتونن کل بودجه بندی شما رو به چالش بکشن. خب حالا که با واقعیت‌های تلخ و شیرین مالی آشنا شدیم، وقتشه ببینیم قانون از شما چه حمایت‌هایی میکنه، چون دونستن حقوقتون مثل یه شبکه ایمنی برای شما عمل میکنه. ببینید قانون کار عمان یه سری حداقل‌ها رو برای شما تضمین کرده. اول اینکه ساعت کاریتون نباید بیشتر از 45 ساعت در هفته باشه.
دوم، شما حق مرخصی سالانه با حقوق دارید. سوم، کارفرما موظف شما رو بیمه درمانی کنه. و چهارم، در پایان قرارداد شما مستحق دریافت پاداش پایان خدمت هستید. این حقوق رو بشناسید و روشون پافشاری کنید. و یه خبر خوب و خیلی کاربردی. کمیسیون حقوق بشر عمان به تازگی راهنمای جامع حقوق کارگران رو به 6 زبان مختلف از جمله انگلیسی، اردو، هندی و بنگالی منتشر کرده. این یه منبع فوق‌العاده است تا کارگران مهاجر بتونن خیلی راحت از تمام حقوقشون باخبر بشن. اما یه امای بزرگ وجود داره و اونم سیستم کفالته. این سیستم به زبان ساده وضعیت قانونی و اقامت شما رو به کارفرماتون گره میزنه. معنیش اینه که عوض کردن شغل بدون رضایت و اجازه کارفرمای فعلی میتونه فوق‌العاده سخت و حتی گاهی غیر ممکن باشه. این یه چالش بزرگه که هر کارگر خارجی باید قبل از رفتن ازش مطلع باشه. خب، با همه این حرفا، با این دخل و خرج‌ها و این قوانین رسیدیم به سوال آخر و البته مهمترین سوال. با همه این اوصاف، آیا عمان واقعاً ارزشش رو داره؟ بر اساس تحلیل‌ها و تجربیات، برای داشتن یه زندگی با کیفیت مناسب، نه فقط زنده موندن، یه فرد مجرد به حداقل 400 تا 500 ریال در ماه نیاز داره. این رقم برای خانواده خیلی بیشتر میشه و به حداقل 1000 ریال در ماه میرسه. اینها اعداد و ارقامی هستن که به شما اجازه زندگی راحت‌تر و با دغدغه کمتر رو میدن. این نمودار به نظرم گویای همه چیزه. فقط به این فاصله نگاه کنید. فاصله بین حداقل دستمزد رسمی یعنی 325 ریال با درآمد توصیه شده برای یه فرد مجرد که 450 ریاله و به خصوص با اون 1000 ریالی که برای خانواده لازمه. این تصویر به تنهایی نشون میده که تکیه کردن به حداقل حقوق، به خصوص اگه خانواده داشته باشید، چقدر میتونه شما رو تو فشار قرار بده. در نهایت این شما هستید که باید تصمیم بگیرید. ما سعی کردیم یه نقشه راه مالی بهتون بدیم بدون هیچ زرق و برق و بزرگنمایی. حالا شما با این اعداد و ارقام واقعی میتونید از خودتون بپرسید: آیا اهداف من، تخصص من و سبک زندگی مورد انتظارم با چیزی که عمان ارائه میده همخوانی داره؟ این سوالیه که فقط و فقط خودتون میتونید بهش جواب بدید.